وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق پرونده 4 نفر را که زیر نام یک سازمان خیریوی دروغین معیوبان را در چند شهر و ناحیه فریب دادند انجام داده است. حالا حلیمه رحمتова سیاحت صاحب نظر و محمود جان ناصرов و بلالدین مدینов بر اساس ماده 247 قسم 4 یعنی قلابی در حجم بزرگ متهم می شوند. این 4 نفر به گروهی از معیوبان ساکن شهر دوشنبه، نورآباد، سربند، حصار، رودکی، کولاب و باختر به مقدار 3 کیلوگرم روغن و 50 سامانی داده بعداً با وعده دادن خانه، ماشین معیوبی و روان کردن برای توبت از 35 نفر بیش از 200,000 سامانی می گیرند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت 3 ماه پیش تنها با یک حالت قلابی این گروه بازداشت شد ولی بعداً معلوم شد که آنها در 35 حالت قلابی دست دارند. منطقه خفلون از خودی بختر و از خودیفا و از کولاب می بحث بودن همی جمهوری خیلی جوشا از اونجا هم باید درد کردن که مونم هم همه خیلی مونم فریب کردن مایبورا و خاطری با باوری در آمدن یک بار همی یک چیزی توفا میکنن که همچون یک جمعیتی یک تشکیلاتی کمک رسان به معیوبان گفتم که چی میکنن کمک میکنن بعد وقتی که با باوری در آمدن بعد خیلی پیشنهادی که چی میکنن ما برای بعد خلابیشون سر میشه. عمرجان امامعلی افزود که مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرونده را پورا تحقیق کرده روز 19 اپریل آن را به سود ارسال کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید این 4 نفر سازمان خیریوی خود را بر دروغ مدد به معیوبان عنوان کرده حتی مهر قلبکی نیز با خود داشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تنها در ناحیه نورآباد این گروه 13 معیوب را با مبلغ 50,000 سامانی فریب دادند. وکیلان این گروه 4 نفره گفتند که حالا نمیتوانند با رسانه‌ها صحبت کنند چون این را تاثیررسانی به سود عنوان میکنند. اسدالله ذکر خدایف رهبر اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت اکثر معیوبانی که مورد فریب قرار گرفتند عضو اتحادیه آنها نبودند. اما با گفته او اکثر معیوبان زود باورند و ظاهرا در این قضیه از محتاجی آنها سوء استفاده شده است. او گفت برای همین متاسفانه همین خیل شده است. اکنون ما اینو باید یک تحلیل کنیم برای اینکه سببش چی بوده، برای چی بوده، آیا ممکن از این معیوب استفاده بردن چون که در مابین اونا از روی معلوماتی که من دارم نه همش معیوب بود. عجبی نیست که اونا فریب کردند. معیوبان در جامعه تاجیکستان یک قسم آسیب پذیر محسوب می‌یابند. اکثر معیوبان از حساب نفقه معیوبی به سر برده زندگی چندان خوب ندارند.